دوستان جلیلو دوستان عزیز برادران قدردان طول سه-سومین روز در ولایت سوق بودیم امروزانه خیلی گزیده شدیم چون کامون گرفتیم و سفر با طرف دوشنبه میکنیم هزار رحمت کسانی که برای تماشا کردن هزار رحمت میگیم با کمیته کار و جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری اسلامی اینو ببینید که چقدر دوستان برادران دوستان عزیز ما برای همه برایم ان شاء الله که همه سرجم روی دوشنبه رو کنم با ما باشد رهبر رفتن می‌کنیم این دیار این شهر خوجندی من است گلشن در تاجیکستان من است تاجیکستان با پیش با کانال دونجوان دوستمراد شریف باشه دوستان عزیز زنده باشه اینا برادرای ما که ما راستی گفت برادر فقط می‌دیدیم در شبکه‌های اجتماعی فقط نوشته جادوش و خانوش می‌شنیدیم اینا برادر پیش دیدیم اینا یا رفیق نزدیک شدیم در این کار جوانی زنده باشه سربلند باشه ان شاءالله که در آینده کار و فعالیت‌های ما را تماشا کنید و حلوت کنید تو روسیه ما همه کل سکشن که سفر داشتیم باید تأثیرات یک عزیز برمیگردیم برنامه‌های نو با نو مثال طریق رادیو طریق سمونای امید فوار که هواداران و مخلصان نگردن ما خیلی افتخار میکنیم که همراه ما اکای فرمانجان و اکای دستمراد اکای سعدیجان و کلی گروه عربشا بود که از اول تا آخر وقتی که من همین شما را جان رسید سفر تا 3 روز 4 روزی که در نظر من همچون یک خبرنگار همچون یک کارمند امید فوار یک ساعت برای یکی اگر احساساتی بگم که راستی گفت همون خبری که 3-4 روز در نظر یک لحظه گذشت یک لحظه گذشت این راستی در تاریخ بمونه راستی که وقتی من هر یک سوال شما هر یک نواری شما رو می‌دیدم خیلی باور کنم خیلی یک احساس می‌کنم حسوس می‌کنم که می‌خواستم که همین شما را نظر بگیرم و اگر سعیدون بسیار که همیشه فوتبال دارم که اگر شما را به بار اول که می‌بینم که کار بارون شما خرج می‌کنم لیکن من اول تو پیگیری کردم که چنین یک وطن دوست چنین یک کسی وطن داره که هر یک جای خانه میره عکس برداری میکنه یعنی صورت میگیرد ویدیوی نو بنا میکنه وقتی میفهمه وقتی که با زبونیسا رستم چمپیون یعنی جایزه‌دار مدال بریندی بازی المپیک وقتی عکس برداری کرد در یک سمونه اجتماعی از اون فیسبوک زمان ما دیدیم که بعد یک سال نیم سال علاقه قریب یک 50-60 نفر لایو اون مثلا تماشا کردن این هر یک حجمیگو هر یک بلاگر جوانی کار کردن نمیتونن ما همیشه افتخار میکنیم با چنین بلاگران با چنین حجمیگو که ما داریم همیشه یک شعار داریم که تاجیکستان با پیش میگه جوانان با پیش زنده باشه میریم برادران چون که مرا بردن ها یا همینجا من جوانو همین دادنی من آخر بلاگر میشه چی تو کلانش چی میشی حالا انتخاب نکردی کودکا زیرا تا خیلی کلانشان انتخاب میگم ما کودکی فقط میگفتن چی میشه میگفتم جیمی اکنه نمیدونم چند قشیدم نشیدم خودم با خودم جیمی بودم از کودکی وقتی ما رو میپرسیدم معلم چی میشه میگفتم جیمی زنده باشه رفتن میگیرم انا برادرو ما سونکوش گرفته صدا رفتم مردم صبح بخیر همه کسا میریم ما در سلام علیکم و علیکم السلام خوب است برادر اینجا کارو خوبه البته چه معنی سلام تو $3 کارو خوبه ما رول گورن تماشا کنه باور زنده باشه آسو یا آیفون از طرف گیر زنده باشه شما بچه‌ها مردم خوجان مردم اسفرا سلام علیکم زنده باشه مردم سربلند اسفرا ما در اسفرا در گنبزی خدمت کردیم خدمت مادر وطن در اسفرا در قشلاق گنبزی زنده باشه زنده باشه برو هزار رحمت گام می‌زدم هزار نه برادرم ما نام کمان میگیرم اینا کارمندان تلویزیون سفینه برو اومدن سربلند باشه رفتن میریم کارمندان تلویزیون سفینه این سعیدون اسماعیلوف اینا گل‌های زیبای ولایت سوخت
سوغدیان برادران مهمانخانه سوغدیان زنده باشی قربان جان زنده باشی برادر فقط با پیش ان شاء الله اینا برادر برو رفتن دیگه برادر دوستان عزیز در آخر چی گفتنیم اینا میکرو اتوبوسای 16 قبل 61 میگفتیم 16 میکرو اتوبوسای 16 آزیا اکسپرس در خدمت ما و شما میتونید که سمرقند برین اگر میتونید که این شوفر یکتاش برادر عزیز ما آزیا اکسپرس ها میکرو اتوبوس سمرقند سفر میکنین خوجان سفر میکنین خوجابی گرم سفر میکنین کجایی که میرن در خدمت شما نهایت خوب خوشرو میبرن ما خوشرو میورن شو تمام این برادر ما دیگری شوفیرمون ان شاء الله که میبرم ما سوم در بagaژ میپرتم از اکسپرس در خدمت ما و شما مردم تاجیک با کجایی که سفر کنین مرحمت اینا زنده باشید شوفیرا با پیش ای 16 خطاب میخرین ما یک چیز دیگه را هزار رحمت بگم این یعنی اپمکی با امره انم برادرم دیده سن اینا ما تشکر زیاد میگم که سخاوت 46 کاربون ریگر رفتیم همین دکترا رو نشون بتون بسم الله الرحمن الرحیم ای پیش بیام اینا برادرای عزیزی من انا می دو نفره که شما میبینید ریاست تندرستی شهر دوشنبه انا یاری تاجیلی هزار رحمت میگیم شما که با ما در این سفری ما بدین زنده باشه سلامت باشه رحمت هزار رحمت در اینجا اینا طلبه های مکتب اینا هم اومدن ما طول 3 روز فقط دیدم که کی کارنامه‌ای خوب میکنه کی برای وطن جان فدایی میکنه کی مقصد که خوب و کارهای نیک میکنه در اینجا انا داداره که ما بلوگر شوارو نام کردم اینا خانش بزنه سلام علیکم بلوگر شوارو زنده باشه مهنت که ان شاء الله در آینده بلوگر خوب میشه خیلی برادرها همه خدمت کردن در اینجا انا می 60 در این درن یک بانوی زیبا توفا بانو انا بانوی زیبا در حقیقت خدمت کردن بر یعنی در همین جوانا به نهایت کارهای شایسته کردن یعنی میدونم پیشش انا میدرویم السلام علیکم انا بانوی زیبا که خیلی برای جوانا کاری خوب کردن چی گفتنی سلام علیکم چی تصورات گرفتی چی دیدی چی شنیدی که یک باری مخلصای ما باری تماشابینای ما یک روز صحبت میکردیم تشکر زیاد کدام سلامت باشید اولا میدانی میمونه و رهبری کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و تشکیل کنندگان این فاروم جوانان فارومی که به همگان یک شادی و فرح یک دنیای نو دلمون میرسونه البته یک جوان یک کاری خوب یک فرهنگ و تمدن و مدنیتی از شهر و ناحیه ها را دیدن نمودن و از زمان گذشتگان خود واقف گشتن بسیار یک احساسات و یک رویه هدیه نمود و همون نفرهایی که در شهر و ناحیه ها در همون خانه موزه و در همون تاریخ و فرهنگ ولایت سوخت آگاهی پیدا نمودند خرسند و سرفراز هستند با ما بودند بلاگران سعدی اسماعیلوف دستمراد شریفوف که به نهایت اکای گرامی قدر ما برای بهتر و خوبتر گذشتن این فاروم البته به نمود گرفتند صحبت کردند اینترویو گرفتند همه طرف سهمشون رساندن بیان میکنیم و امیدوار هستیم که این از جوانای فعال و معرفت یاد میگردد تنها و تنها برای ترغیبات سیاسی ترغیبات وسیع برای معرفی در سطح بین المللی بلند برداشتن پرچم تاجیکستان سهمی با سزای خود را میگذارند و با واسطه همین ترغیب و تشویق بلاگران تاجیک با جهانیان بار دیگر اثبات می‌نمایند که خلق تاجیک خلق مهنت دوست خلق با فرهنگ و با تمدن بلند است و دائم همیشه پایدار میماند. به شما سلامتی سربلندی
در این جاده هایی که به خودتان یک کسب انتخاب کردید البته این کسب موفقیت سربلندی ارجمندی تمنا داریم. زنده باشید زنده باشید از اون رحمت کامس با میریم برادر ما اتوبوس خنون میریم اسکن نکرده ماشین مورا ماشین مورا